این روزها به دفتر ما مراجعه میکنن خیلی ها و نامه های ردیشون رو میارن و میخوان که ما براشون اقدامی و کاری انجام بدیم. بعد از بررسی هایی که ما میکنیم اخیراً طبق قانونی که در کانادا هست، وقتی نامه‌های ردی رو میفرستن دلیل ردی رو اعلام میکنن در نامه، همزمان اون فرم که افسر نظر داده اون رو هم ضمیمش میفرستن. معمولا اگه اینا با هم یکی باشه معلومه که یا ربات این رو بررسی کرده یا به مشکلاتی هست که میشه اقدام قانونی کرد. برای همین منظور بایستی بلافاصله تقاضای اکسس اینفورمیشن یعنی اطلاعات بیشتر اداره مهاجرت کرد که اون تمام یادداشت‌ها و نوت‌های افسر رو گرفت و تطبیق داده بشه با نامه ردی. چنانچه مغایرت وجود داشته باشه متوجه میشیم که افسر شخصا خودش بررسی کرده و از طریق ربات نبوده. یعنی چنانچه یکی باشه، یعنی نامه ردی و نامه اکثر عین هم باشه، معلومه که ربات بررسی کرده و در این صورت میشه رفت دادگاه و اعتراض کرد.